یه لحظه فکر کن به بدترین شبی که گذروندی، شبی که یه اتفاق بد افتاده و تو تنها نشستی توی اتاقت. ببین با خودت اون لحظه چطور حرف میزنی. راستشو بخوای بیشترمون توی اون لحظه ها یه صدا توی سرمون داریم که خیلی بیرحمه. صدایی که میگه باز تو گند زدی، تو همیشه همینی. حالا یه سوال جالبتر، اگه همین اتفاق دقیقاً برای بهترین دوستت میافتاد، آیا باز هم با همون لحن باش حرف میزدی؟ فکر نکنم. احتمالاً مینشستی کنارش و دستشو میگرفتی و خیلی آروم بهش میگفتی مهم نیست، همه گاهی این حسا رو دارن. پس چرا با خودمون اینقدر بیرحمیم؟ خیلی‌ها فکر میکنن این بیرحمی یه جور انگیزه است. فکر میکنن اگه با خودشون سختگیر نباشن تنبل میشن، ضعیف میشن. یه باور رایج دیگه هم هست. بعضیا فکر میکنن راه حل برعکسشه، یعنی باید دلمون برای خودمون بسوزه، غرق در بیچاره من بشیم. اما هر دوی اینها یه اشتباه اساسی دارن و امروز میخوایم ببینیم چرا. درود و مهر، من علیسان هستم، دوست تو و ممنونم از تو که مثل همیشه با قلبت به حرفای من گوش میدی. من توی کانالم درباره عمیق‌ترین سوالات زندگی باهاتون صحبت میکنم. بریم ادامه کلیپ. بیا اول یه چیزی رو روشن کنیم. توی روانشناسی یه مفهوم هست به اسم شفقت به خود و برخلاف چیزی که از اسمش برمیاد، این اصلا به معنای ضعیف بودن یا نرم بودن نیست. پژوهشگری به اسم کریستیان نف که سالهاست روی این موضوع کار میکنه یه تعریف دقیق و ساده ازش داره. شفقت به خود یعنی با خودت همون جوری رفتار کنی که با یه دوست صمیمی رفتار میکنی، نه بیشتر نه کمتر. حالا این با 2 چیز دیگه خیلی فرق داره که معمولا باهاش قاطی میشن. اولی، دلسوزی برای خود. وقتی دلمون برای خودمون میسوزه معمولا خودمون رو توی نقش قربانی میبینیم و این حس ما رو منزوی میکنه. انگار فقط ما داریم رنج میکشیم و بقیه دنیا دارن خوش میگذرونن. دومی، عزت نفس. عزت نفس معمولا بر پایه مقایسه ساخته میشه. من خوبم چون از فلانی بهترم، یا من ارزش دارم چون موفقم. مشکل اینجاست که وقتی شکست میخوریم این ستون فرو میریزه، چون کل عزت نفسمون به شرط بیرونی وابسته بوده. اما شفقت به خود شرط نداره. لازم نیست چیزی رو ثابت کنی، فقط باید یادت باشه که تو هم یه انسانی با همه نقصاش. 3 ستونی که این مفهوم روش وای میسته. اول، مهربانی با خود. یعنی به جای اینکه با خودت مثل یه قاضی سختگیر حرف بزنی، مثل یه آدم که واقعا برات ارزش قائل حرف بزنی. مثلا به جای اینکه بگی من یه بازنده‌ام، بگی من دارم یه دوره خیلی سخت رو میگذرونم. این 2 جمله یه اتفاق رو توصیف میکنن، اما یکیشون هویتت رو محکوم میکنه و اون یکی فقط شرایط رو. دوم، انسانیت مشترک. یعنی این باور که رنج، شکست، خجالت اینها چیزهایی نیستن که فقط برای من اتفاق افتاده. اینها بخشی از تجربه مشترک انسان بودنه. هر انسانی یه جایی یه چیزی رو گم کرده، شکست خورده یا از خودش ناامید شده. سوم، ذهن آگاهی. یعنی اینکه بتونی درد رو ببینی بدون اینکه توش غرق بشی یا وانمود کنی وجود نداره. نه بزرگش میکنی نه انکارش میکنی، فقط میبینیش همونطور که هست. این 3 تا با هم یه چیزی میسازن که آدام گرند و شری سندبرگ توی کتابشون بهش میگن عضله تاباوری. و نکته جالب اینه که اسمش عضله است نه استعداد. یعنی چیزی نیست که یاد داریش یا نداریش، باید تمرینش کنی. یه نمونه واقعی از این مکانیزم رو توی تجربه شخصی شری سندبرگ میبینیم. بعد از مرگ ناگهانی همسرش اون مدام خودشو مقصر میدونست. انگار میتونست جلوی اتفاقی رو بگیره که کامل خارج از کنترلش بود. آدام گرنت، دوست و همکارش، بهش یه چیز ساده گفت: بابت این رنج عذرخواهی نکن. این جمله ساده بود اما یه کار مهم انجام داد. هویت شلی رو از اتفاقی که افتاده بود جدا کرد. یعنی من یه آدم بدبخت و شکست خوردم؟ نه، بلکه یه اتفاق وحشتناک برام افتاده و من دارم باهاش کنار میام. این تفاوت شاید کوچیک به نظر بیاد اما همه چیز رو عوض میکنه. خب تا اینجا درباره رابطمون با خودمون حرف زدیم، اما یه بخش دیگه هم هست که شاید حتی سخت‌تر باشه: برگشتن به دنیای آدم‌ها. و اینجا یه پارادوکس عجیب وجود داره. فکر میکنی وقتی یه اتفاق بد برات میفته، اطرافیانت، خانواده، دوستا قرار بهترین تکیه‌گاهت باشن. منطقی هم هست، مگه نه؟ اونا تو رو دوست دارن. اما توی واقعیت خیلی وقتا دقیقاً برعکس این اتفاق میفته. چرا؟
چون آدمای نزدیک به ما از ترس اینکه یه وقت حرف اشتباهی نزنن ترجیح میدن هیچی نگن. این پدیده رو بهش میگن فیل توی اتاق. همه میدونن یه چیز بزرگ اتفاق افتاده، اما هیچ کس در موردش حرف نمیزنه و این سکوت به جای اینکه کمک کنه مثل تنهایی رو بیشتر میکنه. بعضی‌ها هم که حرف میزنن معمولا یه چیزایی میگن مثل درست میشه یا قوی باش. این جمله ها با نیت خوب گفته میشن، اما ته دل یه حسی بهت میگه که انگار طرف مقابل فقط میخواد زودتر از این گفتگوی ناراحت کننده رد بشه. بیشتر ما با یه قانون نانوشته بزرگ شدیم. با دیگران اونجوری رفتار کن که دوست داری با تو رفتار بشه. بهش میگن قانون طلایی. مشکلش چیه؟ مشکل اینی که تو و طرف مقابلت آدم‌های متفاوتی هستی با نیازهای متفاوت. شاید تو وقتی ناراحتی دوست داری کسی بهت راه حلی بده، اما اون آدمی که الان روبروته شاید فقط نیاز داره کسی کنارش بشینه و در سکوت به حرفاش گوش بده. برای همین این نسخه بهتر وجود داره که بهش میگن نسخه پلاتینی. قانون پلاتینی چی میگه؟ میگه با دیگران و با خودت اونجوری رفتار کن که اونا نیاز دارن، نه اونجوری که خودت فکر میکنی درسته. این یعنی گاهی بهترین کمکی که میتونی به یه آدم بکنی این نیست که بهش بگی نگران نباش، بلکه اینه که بگی میخوام بدونم چی تو ذهنته، حتی اگه شنیدنش سخت باشه. حالا یه چیز جالبتر، گاهی بزرگترین ترمیم ها نه از طرف خانواده یا دوستای قدیمی، بلکه از طرف آدم‌هایی میاد که تا دیروز اصلا نمیشناختیشون. این پدیده رو میشه غریبه‌های همدل نامید. آدمایی که تجربه مشابهی با تو داشتن، مثلا توی یه گروه حمایتی یا حتی توی یه انجمن آنلاین. چرا این آدما اینقدر مهمن؟ چون وقتی با کسی حرف میزنی که واقعا همون مسیر رو رفته، دیگه لازم نیست چیزی رو توضیح بدی. اون از قبل میفهمه و همین فهمیده شدن بدون توضیح دادن یه حس عجیب امنیت ایجاد میکنه. توی روانشناسی به این میگن افشای خود. یعنی وقتی میتونی بدون ترس از قضاوت عمیق‌ترین بخشای تجربت رو با یکی در میون بذاری. و این کار دقیقاً همون چیزیه که به مغز کمک میکنه رنج رو پردازش کنه، نه اینکه فقط توی سرت نگهش داری. توی مطالعاتی که روی والدینی انجام شده که فرزندشون از دست داده بودن یه چیز جالب دیده شده. بعد از شرکت توی گروه‌های حمایتی خیلی از این والدین گزارش دادن که پیوندهایی که اونجا شکل گرفته به همون اندازه خانوادهشون براشون عمیق و ارزشمند شده. نه به این خاطر که خانواده کم اهمیت شده، بلکه چون یه لایه جدید از درک متقابل اضافه شده که قبلا وجود نداشت. و این ما رو میرسونه به یه واقعیت جالب. بحران مثل یه صافیه، روابط سطحی رو کنار میزنه و اون چیزایی رو که واقعا اصیلن رو نگه میداره، چه قدیمی باشن چه تازه. حالا بذار یه لحظه مکس کنیم و این دوتا چیزی که گفتیم رو کنار همدیگه بذاریم. شفقت به خود بهت یاد میده که با خودت مثل یه دوست رفتار کنی. پیوند با غریبه‌های همدل بهت نشون میده که رنجت فقط مال تو نیست. و وقتی این دوتا رو کنار همدیگه میذاری یه حقیقت عجیب روشن میشه. این دوتا در واقع یه چیز واحدن، نه دوتا مسیر جدا. چون وقتی با خودت مهربون میشی داری اون انسانیت مشترک رو تمرین میکنی. یعنی داری یاد میگیری که با خودت هم مثل یه عضوی از خانواده بزرگ انسانها رفتار کنی، نه یه استثنای بدشانس. و وقتی میری سراغ یه غریبه همدل و باهاش حرف میزنی داری همون مهربونی رو این بار رو به بیرون تمرین میکنی. به عبارت دیگه شفقت به خود تمرین خصوصی همون چیزیه که پیوند اجتماعی نسخه عمومیشه. این یعنی نمیتونی واقعا به یکی از این دوتا برسی بدون اون یکی. کسی که با خودش بیرحمه معمولا توی رابطه با دیگران هم یا خودش رو پنهون میکنه یا منتظر کسی نجاتش بده. و کسی که یاد گرفته با خودش مهربون باشه معمولا راحت تر میتونه در رو باز کنه و بذاره یه غریبه هم واردش بشه. حالا به جای اینکه بهت بگم پس برو با خودت مهربون باش یا برو دنبال گروه حمایتی، میخوام یه چیز دیگه ازت بپرسم. فکر کن با آخرین باری که یه دوست توی سخت‌ترین لحظه زندگیش اومد پیشت، یادت باش چی کار کردی؟ احتمالاً قضاوتش نکردی. احتمالاً نگفتی که خب معلومه که اینجوری شد، خودت مقصری. احتمالاً فقط کنارش نشستی. سوال اینه چرا این لطف وقتی اینقدر راحت به دیگران میکنی در حق خودت نمیکنی؟ و از اون طرف فکر کن با آخرین باری که یه غریبه، نه یه دوست قدیمی، فقط یه غریبه یه حرفی زد که احساس کردی داره انگار از دل من حرف میزنه، اون لحظه چه حسی داشتی؟ این دوتا سوال مسیر رو نشون میدن. نه به این صورت که یه فرمول بدم بهت، بلکه به این شکل ازت بخوام یادت بیاد تو از قبل بلد این کار رو بکنی، فقط حالا جهتش رو اشتباه گرفتی. همیشه رو به بیرون بوده، هیچ وقت رو به داخل نبوده. بذار با یه تصویر تمومش کنیم. فکر کن به شهر بعد از زلزله،
اولین کاری که مردم میکنن چیه؟ خرابه‌ها رو کنار میزنن ببینن کی صدمه دیده. بعدش دست همدیگه رو میگیرن. نه چون مجبورن، بلکه چون توی اون لحظه فاصله ها معنایی ندارن. شاید بحرانی که از سر گذروندی دقیقا همین کارو با زندگیت کرده. یه چیزایی رو خراب کرده، اما شاید، فقط شاید، همین خرابی یه فضایی باز کرده که قبلا وجود نداشت. فضایی برای اینکه با خودت صادق‌تر باشی و برای اینکه بذاری آدمای تازه‌ای وارد زندگیت بشن. سوالی که ازت میخوام امشب باش بخوابی اینه: اگه امشب با خودت همون جوری حرف میزدی که با بهترین دوستت صحبت میکنی، فردا صبح چه چیزی تغییر میکرد؟ فکر کنم این سوال تا مدت‌ها بعد از تموم شدن این ویدیو باهات بمونه. خیلی ممنون که تا اینجای کلیپ همراه من بودی. اگه این ویدیو برات ارزشمند بود، خوشحال میشم نظرتو توی کامنت برام بنویسی. همینطور لایک و سابسکرایب فراموش نشه و اون زنگوله رو روشن کنی، پست جدید که میذارم برات نوتیف میاد. من توی کانالم هر دفعه درباره امیرحسین صالح زندگی باتون حرف میزنم. همین، مراقب خودت باش، شب و روزت خوش.